سلام دوستان، با کانال نکاتوب خوش آمدید. دیدن طرز کار ماشین‌های کلان صنعتی خیلی جالب است، مخصوصاً اگر در حال اجرای کارهای مهم باشند. در این ویدیو سراغ ماشین‌های کلان صنعتی می‌رویم که برای همه کارهای ساختمانی از جمله کندن کانال‌ها تا ساختن تونل‌ها از آنها استفاده می‌برند. پس تا آخر ویدیو با ما باشید و لایک ماندن را فراموش نکنید. салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Некатоб ва сарпаси барномаи имрӯзаи канали Некатоб. ин ширкати 1x мебошад ки силкаша ман дар аввалин комментария закрепит карда мемонам. касоне ки мефаҳмед ин чӣ ширката, метавонед дуроен бозиҳотонро давом додан гирем ва промокоди некаро истифода барем, ба шумо $100 бонус метиҳад ки барои депозити аввал ба шумо хеле ёрдам мекунад. хайр дӯстони азиз, силка дар аввалин комментария закрепит кардагай. боқӣ монда видеоро тамошо мекунем. рафтем. ماشین دراوکننده شرکت پانسی. وقتی گپ درباره ماشین‌های دراوکننده می‌رود، به یاد ما کشاورزهای می‌رسند که محصول خود را درو می‌کنند. اما ماشین‌های شرکت پانسی محصولات کلانتر را درو می‌کنند و آن محصول کلان درخت است. بله، درست شنیدید. درخت را درو میکنند. اپراتور ماشین لازم نیست که از ماشین برآید. او در درون ماشین نشسته همه چیز را اداره میکند. حالا شاید برای شما سوال پیدا شود که چه خیل راننده در درون کابین ماشین نشسته این کار مشکل را انجام میدهد. حالا به شما میگویم که ماشین این کمپانی 8 چرخ 67 سانتی متر دارد که برای گذشتن از راههای نیشه و سخت گذر این ماشین 25 تن را کنترل میکند. بعد اپراتور بازوی مکانیکی ماشین را که در قسم پیش ماشین قرار گرفته است به حرکت درآورده به درخت میچسبد و بعد اره ها کار خود را سر میکنند. این بازوی مکانیکی قریب 1 تن وزن دارد و همه اسباب ها برای بریدن درخت در ترکیبش هست. بعد از بریدن درخت نوبت به بریدن شاخه ها میرسد و چنانه که میبینید این کار خیلی با سرعت انجام شده درخت را با ماشین بار میکنند. جالب است بدانید که مهندس‌های شرکت پانسی این ماشین را به گونه‌ای ساخته‌اند که اپراتور پیش از بریدن درخت توسط کامپیوتری که در درون آن جایگیر است وزن درخت را می‌سنجد و می‌بیند که آیا این ماشین برای بریدن این درخت زورش میرسد یا نه. اگر زوری ماشین به بریدن آن درخت رسد پس کارش را اجرا میکند و اگر زورش نرسید پس به درخت نوبتی میگذارد. کلانترین بازوی ماشین های این شرکت H10 نام دارند که 2 متر و 30 سانتی متر درازی دارند و این بازوها میتوانند یک درختی که برش به 90 سانتی متر برابر است را از جا کنده کنند. خودتان میدانید که بریدن درختی که 90 سانتی متر بر دارد با اره دستی و یا حتی اره برقی با قوه انسان چقدر کاری مشکل است. ماشین بریدن ریل قطاره کلمر. با فکر شما هر 1 متر ریل قطاره چقدر وزن دارد؟ شاید سوال به نظرتان عجیب نماید، اما با دوام ویدیو گوش کنید تا سبب این سوال را فهمید. هرچند که ریل آهن اندازه باریکی دارد اما وزنش خیلی زیاد است. هر 1 متر ریل قطاره 64 کیلوگرم وزن دارد. با این حال شاید شما فهمیده باشید که کاری کارگرانی که ریل آهن را نصب میکنند و یا آن را تنظیم میکنند چقدر دشوار است. البته دستگاه‌هایی هستند که این کار را برای این کارگران خیلی آسان میکنند. یکی از این دستگاه‌ها RP2000 ریل شیر نام دارد. حالا شما قدرت این ماشین را ببینید، گویا که اینها ریل آهن نو یک دانه گوگل باشند. این ماشین یک بازوی هیدرولیکی دارد که 1.8 متر درازی و 2.5 تن وزن دارد. این بازو اول خود را به ریل آهن میچسباند و بعد 1000 تن وزن را به آن وارد میکند که ریل قطاره به آسانی میشکند. دیمن CSD 500. شما به این دستگاه نگاه کنید. ظاهری آن طرز ساخته شده است که فکر میکنید برای کشتن ماهی‌ها استفاده می شود، اما چنین نیست. با استفاده از دستگاه دیمن CSD 500 رودخانه‌ها و آب‌هایی که عمق کم دارند را لایروبی میکنند. خب به طرز کار این ماشین نگاه میکنیم. بازوی این ماشین 5 تیغه کلان دارد که اندازه دیامترش 1.5 متر است. این دستگاه را به درون آب وارد میکنند و تا 15 متر کار خود را اجرا کرده میتواند. بعد دستگاه شروع به چرخیدن میکند و همه پرتوهای آب را جدا میکند. از آن طرف یک دستگاه مکنده دیگر با سرعت 4000 متر کوبی در ساعت پرتوها را در خود جمع میکند. کشتی که این ماشین را در خود میگرداند آنقدر کلان نیست. 38 متر درازی و 8 متر بر دارد. پس این همه پرتو در کجا جمع می شود؟ جالبش این است که این کشتی قبور دارد. بله، این کشتی قبور دارد و قبورهای آن از کف دریا به خشکی می برایند. پرتوها از درون کشتی به واسطه این قبورها به ساحل می رسند. ماشین کندن تونل بریتا.
تا حال فکر کرده اید که تونل های کلان برای گذشتن قطار و یا مترو را با کدام دستگاه ها میکنند؟ طبیعتا این کار را به دست کارگران سپاریدن درست نیست، چون که با بیل و کلند کندن تونل شاید به 100 سال دوام کند. این پروژه ها را با دستگاه های کلان و غول‌پیکر می سازند. یکی از جالبترین ماشین های کندن تونل این ماشین بریتا است. این دستگاه تقریباً 100 متر درازی و 7000 تن وزن دارد. آمریکایی ها با واسطه این دستگاه در شهر سیاتل یک تونل به درازی 2.7 کیلومتر ساختند. سال 2013 این دستگاه 80 میلیون دلار را از ژاپن به آمریکا آوردند. همان سال بریتا کارش را سر کرد و همه از دیدن این ماشین تونل کند تعجب کرده بودند. همزمان با کندن تونل، صحیفه پشت ماشین یک قسم مخصوص دارد که خاک و لای کنده شده را به واسطه قبور به بیرون میبرد تا راه ماشین را گشاده کند. اینچنین بریتا در وقت کندن تونل با استفاده از جک های هیدرولیکیش قسمت پشت ماشین یعنی جای کنده شده را با قطعه های بیتونی میپوشاند تا اینکه تونل نریزد. بعد از آنکه قطعه های بیتونی در پشت اپارات قرار میگیرند، جک های هیدرولیکی با آن قطعه های بیتونی فشار آورده دستگاه را به طرف پیش تله میکنند و با این راه یک تونل 18 متره به آسانی زود ساخته می شود. البته باید توجه داشته باشیم که این دستگاه در زیر شهر سیاتل کار کرده ایستاده است و اگر سرعت کارش را بلند بردارد شاید شهر و تمام ساختمان های آن برای آن چپه شوند. به همین خاطر این ماشین باید با سرعت خیلی کم حرکت کند تا به بالای خاک و ساختمان های روی آن ضرری نرسد. بیل مکانیکی چرخنده. همه این ماشین هایی که نامبر کردیم خیلی کلان بودند، اما هیچ کدامشان به خاک پای این بیل مکانیکی نمی رسند. این دستگاه برای جمع کردن خاک های زیادی که در نزد معدن ها جمع می شود استفاده کرده می شود. قاشقک های زیادی که روی چرخ اساسی دستگاه واقع شدند خاک را بار می زنند و بعد آنکه به قسم نهایی می رسند خاک را روی نوار نقاله خالی می کنند و این روند همیشه ادامه پیدا کرده تمام خاک جمع آوری می شود. آن نوار نقاله هم چند متر درازی دارد و خاک بالایش را چند متر دورتر از آن محل خالی می کند. طرز کار این دستگاه خیلی جالب است و آدم می تواند چند ساعت از دور نشسته فقط کارش را تماشا کند. اما اگر فکر کردید که این بهترین دستگاه است، پس باید شما را با دستگاه باگر 293 شناس کنم. این دستگاهی 225 متره که 46 متر بر و 96 متر بلندی دارد یکی از کلانترین دستگاه‌هایی است که توسط بشریت ساخته شده است. شاید از دور کلان به نظر نرسد، اما چرخ اصلی آن 21 متر دیامتر دارد. یعنی فقط یک چرخ این دستگاه به اندازه یک ساختمان 6 آشیانگی است. شما باید تصور کرده باشید که چقدر این دستگاه کلان است و به مثل یک هیولای بی‌شاخ و دم کار میکند. دستگاه باگر 293 18 قاشقک دارد که هر قاشق آن میتواند 15 از 3 متر کوبی خاک را بردارد. این به آن معنی است که اگر این چرخ کلان فقط 9 بار بچرخد میتواند یک حوض کلان مخصوص المپیک را پر کند. دستگاه چقوریکنی تسمک. برای کندن چقوری‌های باریک و جوی‌ها در زمین‌های نسبتاً سخت هیچ دستگاهی به اندازه دستگاه تسمک خوب کار کردن نمی‌تواند. این دستگاهی که می‌بینید نامش دستگاه تسمک 1475 است و به مثل یک اره برقی خوب کار می‌کند. این دستگاه از قسم هیدرولیکی عبارت است که به واسطه آن می‌تواند تا چقوری 5 متری زمین را بکند. وقتی که خاک و سنگ کنده شده میده می‌شوند، به واسطه یک نوار دیگر آنها به درون ماشین انتقال داده می‌شوند و بعد در یگان جای دیگر خالی می شوند. قدرت این دستگاه خیلی بلند است و می تواند هر ساعت 195 متر کوبی خاک را از زمین بردارد. این یعنی با این مقدار مواد می توان 2 ماشین 18 چرخه را پر کرد و ما می فهمیم که این دستگاه خیلی با قوت است و با آن شاید توانیم که دینوزورها را هم شکار کنیم. دستگاه میده کننده درختی لترنا حالا با مثل قدیم عمل کردن نمی شود و برای تازه کردن زمین ها از دستگاه های کلان استفاده می برند. این دستگاه که وظیفه تازه کردن زمین ها را اجرا می کند در یک مدت کم و با استفاده از قوه کم انسانی زمین را از درخت ها تازه کند. برای این کار ماشین های زیادی طراحی شده‌اند، اما این دستگاهی که حاضر برای شما معرفی می کنیم این آخرین درجه کار است. این دستگاه لترنا G175 نام دارد که 17 متر درازی و 11 متر بر دارد.
این دستگاه 175 تانگه کلانترین دستگاه پچخ کننده درخت در دنیاست. چنانه که میبینید چرخهای لترنو مثل دیگر ماشین های دنیا نیست. چرخهای این ماشین از دو غلطکی مقدار عبارت است. لترنو را سال 1964 به کانادا بردند تا یک قسم فرودگاه کندی سایدینگ را با واسطه آن بسازند. البته این ماشین به درجه کلان بود که برای حمل کردن آن از 6 ماشین دیگر استفاده بردند و اینچنین 4 روز دوام کرد تا قطعه های آن را از روی ماشین خالی کنند. اما امروزه با اختراع ماشین های سبکتر که استفاده آن آسانتر است، لترنو را کم کم فراموش کردند. آخرین باری که لترنو را استفاده بردند سال 1975 بود. عین حال هم این دستگاه در بریتیش کلمبیا واقع است و یکی از جایهای دیدنی توریستان در کانادا است. تشکر که تا آخر ویدیو با ما بودید. برای بخبر نماندن از ویدیوهای جالب نوبتی ما با کانال ابونه شوید. لایک ماندن را فراموش نکنید.